من با همین برنامه‌ای که الان میخوام بهت معرفی کنم تونستم یه پروژه خیلی خوبی بگیرم و باهاش کسب درآمد داشته باشم. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. همچین لوگویی رو میخوایم بسازیم برای یه شرکتی که تو حوزه تعمیرات LCD و LED تلویزیونه و ما فقط با تایپ کردن موضوعش رو انتخاب میکنیم، المان هایی که باید توش استفاده بشه، رنگ، شکل، اشکال هایی که دوست داریم استفاده بشه رو تایپ میکنیم. بیس کار که در اومد، حالا میتونید خودتون روش کار کنید و ببرید تو فتوشاپ و از این داستان ها. اسم این وبسایت هستش کنوا. اولین کاری که میکنید میرید تو وبسایت کنوا، تو گوگل تایپ میکنید، با گوشیتون هم میتونید canva.com. وارد وبسایت که شدید اینجا 3 تا گزینه داره. کنوا ای آی میزنیم، اینجا هر چیزی که دوست دارید، ایده‌ای که دارید تو ذهنتون رو تایپ میکنید. ببین چقدر خفن در آورده خدا وکیلی. حالا که تا اینجا ویدیو با من همراه بودی، بذار یه فوت کوزیگری بهت بگم. برای اینکه طرح کلیت حرفه‌ای‌تر بشه، میای از چت جی پی تی استفاده می‌کنی و ازش کمک می‌خوای. بهش یه نقش میدی، میگی تو بهترین حرفه‌ای‌ترین گرافیست دنیا هستی و همون المان‌هایی که تو ذهنته رو اون وقت با نقشی که بهش دادی میاد برات یه پرامپت درست می‌کنه. اون پرامپت یا کد دستوری رو میای تو همون قسمت کنوا ای آی که بهت اولی ویدیو گفتم میذاری و میبینیم چنین کار خفنی رو برات درست میکنه. خیلی دوستتون دارم. ببین این ویدیو اولین ویدیو هم بود که برات گذاشتم. ویدیو بعدی میخوام کاری که برنامه‌نویسی که دارم انجام میدم با همین هوش مصنوعی رو براتون میذارم. فقط این که اگه تا آخر ویدیو با من همراه بودین، دکمه لایک رو بذار، یه کامنت هم زیرش بذار که ما بفهمیم شما دیدی و خوشتون اومد. اگه هم دوست نداشتی هم بگو. اینجا کانال خودتونه، هر چیزی بلد باشم براتون میذارم و هر چیزی که شما رو به پول میرسونه، به شما رو به عشقتون میرسونه، که همون لذت برنامه‌نویسی، طراحی، خلق کردن هستش رو برای شما ضبط میکنم، ریکورد میکنم و براتون میفرستم. و اینکه اینم مغازه کوچولوی منه، بضاعتمون در همین حده.